سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز دوشنبه 2 نوامبر است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا مرور روی میکنیم به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. در تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور صدها نفر را از زندان آزاد کردند، اما اسم رها شدگان هنوز آشکار نشده است. مرگ و میر از بیماری همگیری کووید 19 در روسیه بیشتر می شود. شفاخانه ها از نارسایی دختران شکایت دارند. شفاخانه همه لوازمات را دارد ولی کارمندان نمی رسند. خیرخواهان در تاجیکستان به محبوبه غنیه و قهرمان فیلمی مستند رادیوی آزادی خانه تحفه کردند. من نداشته بودم که من صاحب خانه میشم، صاحب خچه چوره مثال میشم. این خودمو مرا دیدن، این خودمو مثال حال زور ما با خبر شدن. در تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور 378 محبوس آزاد کرده می شوند. پرزیدنت امام علی رحمان روز 3 اکتبر بعد از سوگند یاد کردن این فرمان را صادر کرد که در آن گفته می شود که محبوسان در اساس اصولهای انسان دوستانه و غمخواری به عائله و کودکان عفو شدند. مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه گزارش می دهد. مقامات بجز از نشر فرمان رئیس جمهور درباره بخشش 378 محبوس دیگر هیچ جزئیات رسمی در این باره نشر نکردند، اما منابع معتمدی ما در اداره زندانها و دادستانی به رادیوی آزادی گفتند که در روی خط محبوسانی که شامل بخشش رئیس جمهور شدند نام هیچ یک از شخصیت‌های شناخته از جمله بزرگمهر یاروف و اعضایان حزب ممنوع نهضت اسلامی نیستند. به گفته منبع ما نام این افراد بر روی خط شامل نشده است. همصحبت ما در اداره زندان ها گفت یک شرط اساسی که نام محبوس بر روی خط زندانیان بخشیده شده باید وارد شود این اقرار به گناه، پشیمانی و طلب بخشش از رئیس جمهور است. حالا که نزدیکان بزرگمهر یاروف و اعضایان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بارها گفتند که آنها خود را بیگناه می‌دانند و بخشش نپرسیدند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق بزرگمهر یاروف، زید سیدوف و چند اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را زندانیان سیاسی نام می‌برند، اما مقامات تاجیک وجود زندانیان سیاسی در کشور را رد کرده می‌گویند این افراد برای گناه‌های مشخص در زندان نشستند. در این میان نزدیکان برخی از محبوسان دیگر گفتند امید داشتند که فرزندان آنها بر روی خط محبوسان عفو شده شامل می‌شود، امیدی که ظاهراً اکنون برباد رفته است. خاصیت روزیه و یکی از آنها است. فرزند 18 ساله او اول امسال با اتهام دزدی به 2 سال زندان محکوم شد. روزیه و گفت فرزند او از نهایت تنگدستی مواد غذایی دزدیده است و از رئیس جمهور طلب کردند که گناه او را عفو کند. سیوندا президент گفت که помиловать کنه. من خیلی کمبغلایی که بچه‌های یوش بی‌عقلی کردن помиловать کنه. ما امروز تورما رفتم گفتن نمیشه سر دادیم با ما گفتم بچه ما چی؟ گفتن بچه نغلطی. طبق آخرین خبرها علیه برخی از محبوسانی که با فرمان رئیس جمهور مورد عفو قرار گرفتند از زندانها آزاد کرده شدند. در تاجیکستان از چند سال قبل ترتیب عمل میکند که بر اساس آن هر محبوس حق دارد برای بخشش گناه به رئیس جمهور مراجعت کند. کمیسیون ویژه‌ای که تحت رهبری نخست وزیر قاهر رسولزاده عمل میکند هر درخواست محبوسان را بررسی کرده آن را به رئیس جمهور پیشنهاد میکند. در نهایت خود پرزیدنت تصمیم میگیرد که پیشنهاد این کمیسیون را بپذیرد یا نه. ضمناً رادیو آزادی برای گرفتن شرح بیشتر درباره رها کردن زندانیان به دادستانی کلی تاجیکستان مراجعت کرد و منتظر پاسخ این نهاد است. دادستانی نقلیات تاجیکستان در پی تحقیق مرگ شرافگن خواجه قلوف کارمند فرودگاه شهر دوشنبه بر ضد 3 نفر از جمله بر ضد خود او با اتهام قلابی پرونده جنایتی باز کرد. پرونده بر اساس ماده 247 کودکس جنایتی یعنی قلابی تحقیق می شود و یکی از متهمان در بازداشت قرار دارد. نزدیکان شرافگن خواجه قلوف میگویند آنها از مقامات خواستند افرادی که او را به خودکشی رساندند جزا بگیرند و دست داشتن خود خواجه قلوف را در قلابی رد می کنند. شرافگن خواجه قلوف روز 25 اکتبر در جای کار یعنی فرودگاه بین المللی دوشنبه خودکشی کرد و نزدیکانش گفتند که او 9 ماه باز معاش نگرفته بود.
مرگ و میر از بیماری همهگیری کووید 19 در روسیه می افزاید و به حدی که سردخانه ها و یا مردخانه های ولایت های کیمیروا و نوکوزنتسک از جسد قربانیان کرونا ویروس نو پر شدند. برخی از پیوندان در یافتن و به خاک سپردن نزدیکان خیش روزها را سپری می کنند، چون در میان جسدهای زیاد پیدا کردن عزیزانشان دشوار است. طاهری سفر موضوع را ادامه می دهد. در ولایت کیمیروای روسیه سردخانه ها از جسدها پر می شوند. در این شفاخانه شهری نوکوزنتسک دیگر جای برای تلف شدگان از کووید 19 نمانده است. اینجا رهرو است. جسد زیاد اینجاست. همه جا پر از جسد است. در شهر پراکوپیفسک خانواده ها جسدی خویشاوندانشان را به سختی می‌یابند. آدمان در اینجا میمیرند. سردخانه های شهر پر شدند. در اتاق من یک دختر است. مادرش پیش چشم ما فوتید. دخترش اینجا با ما است و مادرش هنوز در سردخانه است. احوال منطقه ما بسیار بد است. در روسیه به گفته مقامات روز 1 نوامبر بیشتر از 18,500 مورد نوی کووید 19 ثبت شده است. آماری رکوردی روزانه‌ای که بالاتر می رود. از زمان آغاز پاندمی کرونا ویروس جان بیشتر از 28,000 نفر را در روسیه گرفته است. باور می رود تعداد واقعی تلفات به مراتب زیادتر باشد. کارمندان شفاخانه اولانوسک می گویند روزانه تا 10 نفر می میرند. جسد را در خلطه سیاهی به خانه آوردند. باید جسدی پیرزن می بود، اما وزنی نمی کرد. کارمندان با ترس خلطه را باز کردند، ولی آنجا مردی بود. جسد را باز پس بردند، ولی جسدی بیبی را 2 روز منتظر شدند، چون او را پیدا کردن نمی توانستند. می گفتند که جسدها را در سردخانه برابر قد آدم تل زدند. در ولایت سوردلوفسک کارمندان طبی نمی رسند. 75% کارمندان شفاخانه مرکزی کامینسک اورالسکی یا بیمارند یا در کرانتین. شفاخانه همه لوازمات را دارد، ولی کارمندان نمی رسند. دستگاه های نو داریم، ولی کسی نیست که در آنها کار کند. در مسکو مقامات امیدوارند به زودی مقدار زیادی واکسن به ضد کووید 19 را می گیرند، ولی عین زمان آزمایش ها برای معلوم کردن کارآمدی این واکسن روسی ادامه دارد. یک فیلم کوتاهی مستند رادیوی آزادی باعث شد که گروه خیرخواهان در تاجیکستان پول جمع آورده به محبوبه غنییوا ساکن شهر کولاب خانه تحفه کردند. غنییوا پس از فوت شوهر با 2 دختر نابالغش اجاره نشین بود و از راه جمع آوری آهنپاره رزق خود و دخترانش را پیدا میکرد. خانه را گروه نیکی کردن به این زن تحفه کردند. همکارم محمود جان رحمتزاده از مراسم تقدیم خانه نو به غنییوا از شهر کولاب گزارش میدهد. این خانه را به محبوبه غنییوا افراد خیرخواه با مبلغ 148,000 سومانی خرید تقدیم کردند. مادر تنهای تاجیک بعد آن صاحب خانه شد که رادیوی آزادی فیلم درباره او را با نام نان آهنین روز 3 اکتبر نشر کرد. خانه را بنیاد خیریه نیکی نمودن تقدیم کرده است. مؤسسانش نخواستند در این باره صحبت کنند. امید نداشته بودم که من صاحب خانه میشم، صاحب خچه چوره مثال میشم. این خودمو مرا دیدن، این خودمو مثال حال زور ما با خبر شدن. محبوبه غنییوا که مادر 3 فرزند است تا سال 2012 همراه شوهرش در ناحیه وخش میزیست. آن سال شوهرش از سرطان سر فوتید و او با 2 دخترش بیرون از در خانه شوهر ماند. ماه فوریه سال 2020 از وخش به کولاب برگشت و اجاره نشین شد. با دخترانش آهنپاره جمع کرده زندگی را پیش می برد. حالا دختران محبوبه غنییوا خرسندند که بعد سرگردانی های زیاد صاحب خانه شده اند. ما یادم کردن صاحب خانه رو در کردن. ما منت داریم، صد با شکر منت داریم. ما فقط زیق بودیم که ما چی خیلی صاحب خانه رو در شیم. ما 1000 مرتبه شکر میکنیم که ما صاحب ایموس صاحب خانه و داشتیم و راه دستگیری کردنم. محبوبه غنییوا 45 سال دارد ولی رنج و مشقت زندگی او را پیر کرده است.
8 سال با دخترانش از وخش تا کلاب اجاره نشسته است. اما زمانی که صاحب خانه شد و خیرخواهان دست مددش دراز کردند، گفت دردش را حس نکرد ولی به طبابت نیاز دارد. اکنون او نه در خانه مردم بلکه خانه خود زندگی میکند. در تاجیکستان نرخ تپک یا تپی از سرگیری چاروا که در دهات مردم همچون سوزشواری استفاده میکنند بالا رفته است. ساکنان روستاها میگویند اگر سال پیش یک دانه تپی 50-60 درم بود، حالا 1.5 سامانی ارزش دارد. بالا رفتن قیمت این نوع سوزشواری در پسمنظر بالا رفتن نرخ گازی مایع و انگشت روی بودجه خانواده ها چی تاثیر میگذارد؟ فرزان محمدی گزارش میدهد. که قیمت همه چیز قیمت خروکای هم گو مولان قیمت آدمانی. سایلی گل بیش از 15 سال است که با این شیوه کار زندگیش را پیش میبرد و چند سال اخیر در همین موسم یک دانه تپک را نه بیشتر از 50 یا 60 درمی میفروخت. امسال باشد با بالا رفتن نرخ محصولات نیاز اولیه روزگار تصمیم دارد تپک را با نرخ گرانتر فروشد، اما بیم از آن دارد که خریدار نمییابد. آدما می آوردن خوبچه 200 تایی همتری می گرفتن، 100 یا 150 همتری می گرفتن، ولی خیلی امسال نیومد چیکار. بالاروی نرخ تپک نفرهایی را که چاروا ندارند و به خریدن انگشت و هیزم نیز زورشان نمیرسد نگران کرده است. رابعه ماه رسول و ساکن دهه پختکار ناحیه واسه حالا تا رسیدن زمستان با ستیل از پی گاوها پارو میچیند و در حولیش ذخیره میکند، ولی به گفته او ذخیره‌اش اندک است و ترس از آن دارد که 6 فرزند و همسرش در زمستان نمیتوانند حجره‌شان را گرم نگه دارند. پر 50 درمی میخریدیم، ایسا با 1 سومانی 1.5 سومانی شدگه نداریم، مبلغ بودجه نداریم که مقصد که خریداری کنیم. رو آوردن ساکنان برای نوع سوزشواری در حال است که حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 درم و انگشت قرقیزی تا 2 سامانی است. ساکنان میگویند این نرخ نسبت به 1 سال پیش از 50 تا 70 درم بالا رفته است. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی قریب 23 درم است که نسبت سال گذشته 15% گران شده است. گاز طبیعی تقریبا در همه مناطق کشور دسترس نیست و به گفته ساکنان دریافت هیزمی ارزان نیز یک امر محال است. حسابی چراگاه مثال کم از گاو مول که نیست، کمچین است، نیست قیمت شده است، برابر همین محصولات قیمت است، همین تپک هم قیمت کردن. هرچند لیمیت برق امسال در تاجیکستان رسما اعلام نشده است، ولی خانواده عبدالوهاب خالقوف در شمال کشور نیز تشویش آمادگی به زمستان دارند. آنها بیش از 10 سر گاو را پرورش میکنند و از اخلاط آن در یک روز 10 ها تپک میسازند. شروع از پختن خوراک در آتشدان تا تفساندن تنور برای نانپزی از لنده های پاروی چاروا استفاده میکنند و اضافه آن را به همسایگان و مشتریان میدهند. آقایان میبود 80 90 میفروشیم یک تا گردیلنگیه. طبق گزارش بانک جهانی ساکنان دهات تاجیکستان بیش از 25% بودجه خانواده ها را برای سوزشواری صرف می کنند که این در مقایسه با همه کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی بیشتر بوده است. ضمناً 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند و در فصل سرما برای گرم کردن خانه ها و آماده کردن غذا اساساً از 3 نوع سوزشواری تپک، هیزم و انگشت استفاده می کنند. حمله‌گری باشگاه یوونتوس تورین ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو که از کرونا ویروس شفا یافت در بازی نوبتی دور ششم قهرمانی فوتبال ایتالیا مقابل لاسپتزیا اشتراک کرده 2 گل زد. قبلا یوونتوس خبر داد که کریستیانو رونالدو پس از گرفتاری با کرونا ویروس شفا یافته است. حمله‌گر 35 ساله پس از 19 روزی بیماری صحت شده است. بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی را اینجا به پایان میبریم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا صحبتی بعدی می توانید زیر نشانی azadi.org وبسایت رادیو آزادی مطالب را مطالعه کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. خدا نگهدارتان.